به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک عزیزان. خیلی خوش اومدید به سریال شخم بوک. ما توی این سریال بچه ها قصد داریم متن کتاب درسی رو مو به مو، واژه به واژه، دقیق با هم بررسی کنیم. طبیعتا همونجوری هم که از اسمش پیداست قرار کتاب درسی رو شخم بزنیم. ببینید بچه ها، کتاب درسیتون خب طبیعتا شامل یک سری مفاهیمه که قرار مفاهیم کتاب درسی به طور کامل در این سریال آموزش داده بشه و همینطور شما داخل متن کتابتون یه سری مثال های حل شده دارید، یه سری سوالاتی که مؤلفین محترم کتاب گذاشتن شما حل کنید و اینا مو به مو، در حتی مثال حل شدن بچه ها مو به مو دقیق همه رو خودم حل میکنم و توضیح میدم. یه سری سوال هم وجود داره که پایان هر فصله، اونها هم قراره باز دقیق من براتون حل کنم و توضیح بدم. خب خودتونم خوب میدونید این تمارین کتابتون بی نهایت بچه مهمه. در اهمیتش هم از اونجاست که اینا هم توی امتحانات پایان ترم مدارس، حالا چه امتحان مدرسه‌تون باشه چه امتحان نهایی باشه، توی کنکورهای سراسری و توی آزمون‌های آزمایشی بی نهایت بچه مورد سوال قرار میگیرن. یعنی اینا به لحاظ فنی خیلی خیلی مهمن. پس خیلی میتونه این مجموعه بهتون کمک کنه که روی اینها، رو تمارین کتابتون خیلی مسلط بشید. خب سریال شخم بوکم اینم جای توضیح داره. من چون قسمت اولشه من این توضیحات مقدماتی رو بدم و دیگه بعد کار رو استارت بزنم. سریال شخموک بچه به تعداد فصلهای کتاب درسی ما سیزن داریم. اوکی. هر فصل هم بسته بالا به محتوای کتاب درسی، محتوایی که وجود داره شامل چند تا قسمت میشه که به هر قسمت میگن اپیزود دیگه. اینم خب طبیعتا باید براتون توضیح میدادم و دیگه قرار شد که بریم اینا رو واژه به واژه، یعنی متن کتاب، مفاهیم، همه رو واژه به واژه بچه قرار با هم کار کنیم. من دیگه خیلی وقت رو تلف نکنم، بدون فوت وقت بریم کار رو استارت بزنیم. از همین صفحه اول بحث الکتریسیته ساکن. خب اینجا ما عکس یه تلفن همراه، یه موبایل رو داریم میبینیم. خب تلفن همراه امروز خیلی کاربرد داره، حتی چه میدونم حالا میتونه تبلت باشه، هر صفحه لمسی که شما دور و برتون هست. بچه ها اینا با استفاده از یعنی داخل حالا اون ساختارش، داخل بردش یه وسیله‌ای وجود داره به اسم خازن. خب که حالا یکی از عناوینیه که ما تو این فصل بررسی میکنیم. ما تو این فصل ابتدا راجع به بار الکتریکی، روش‌های باردار کردن اجسام و یه مقداری راجع به الکتروسکوپ، بعد قانون کولون، بعد طبیعتا میدان ناشی از بار نقطه‌ای، انواع میدان الکتریکی، یک نواخت، غیر یک نواخت، بحث پتانسیل الکتریکی و انرژی پتانسیل الکتریکی و در ادامه کار وارد مقوله خازن میشیم و طبیعتا خازن اینجا اهمیت داره که توی زندگی روزمره ما خیلی استفاده میشه. توی اکثر وسایل الکتریکی خازن وجود داره که یکی از کارهاش اینه که باعث میشه که انرژی روی صفحاتش سیو بشه و توی زندگی روزمره ما هم کاربرد داره، از جمله توی تلفن همراه که حالا کتابتون هم اینجا داره به این موضوع اشاره میکنه. میگه که صفحات لمسی امروز کاربرد گسترده‌ای در زندگی روزمره پیدا کرده‌اند و از صفحه رایانه گرفته تا گوشی‌های تلفن همراه و ابزارهای پزشکی و صنعتی. پس دوستان اینا کاراییشون هم حواستون باشه دیگه که مثلا تو چه زمینه هایی اینها کارایی داره و حالا به روش های مختلف هم عمل میکنن که یکی از مهمترینشون استفاده از خازن هاست. میگه یکی از متداول ترین اونها مبتنی بر استفاده از خازن ها هستش که مثلا انگشتمون رو میزنیم طبیعتا اون تماس برقرار میشه و توی اون محل ما تو خازن یه چیزی داریم به اسم ظرفیت خازن که حالا تو جای مناسب خودش بچه ها راجعش با هم صحبت میکنیم. اون ظرفیت توی اون قسمتی که ما داریم دست میزنیم به صفحه تغییر میکنه و باعث میشه که حالا اون عملیات انجام بشه.
بریم سراغ صفحه 2. خب ببینید بچه ها، اینجا من اول متن کتاب رو بررسی بکنم، بعد هر جایی که جای توضیح داشت من راجعش باهاتون صحبت میکنم. گفته که از آذرخش گرفته تا درخشش لامپ کوچیک، آنچه اتم ها رو به شکل مولکول کنار هم حالا قرار میده یا پیوند میده، انتقال پیام عصبی توی دستگاه اعصاب، بسیاری از پدیده‌های دیگه مثل قابلیت چسبیدن نوار سلوفان بر ظروف، بالا رفتن مارمولک از دیوار و خیلی از وسایل اطراف ما، بچه اینها همگی منشأ الکتریکی دارن. خیلی وقتا توی امتحانات تشریحی بهتون میگن آقا چند تا پدیده، چند تا چیز رو نام ببرید که اینها منشأ الکتریکی دارن. بعد خب مثلا شما بعد ممکنه بگه 2 تا، بگه 4 تا، بسته به تعدادی که گفته باید از اینا نام ببرید. پس اینها همشون منشأ الکتریکی دارن، منشأ چیز دیگه ای ندارن، حواستون بهش باشه. بعد در ادامش مثلا این آزمایش رو همتون انجام دادید که میایید مثلا یه شونه رو برمی‌دارید، مثلا با موی سرتون مالش میدید، بعد مثلا میگیرید به سمت باریکه آب یا خدمتون که آرزم مثلا به سمت کاغذ خورده میبرید، یه سری اتفاقا میفته. اینا میخوایم راجعش بحث کنیم که چرا این اتفاقا میفته. همه اینها به علت نیروهای الکتریکیه، یعنی منشأ اینها باز همشون منشأ الکتریکی داره و در واقع ادامهش هم میگه الکتریسیته که از واژه یونانی الکترون گرفته شده، معنای کهربا هم هست. پس اینا رو حواستون بهش باشه، اینکه الکتریسیته از واژه یونانی الکترون برگرفته شده و به معنای کهرباست. بچه اینایی که حالا زیرش خط میکشم یا داخل دایره قرار میدم، اینا معمولا جنبه امتحان نهایی یا جای خالی، صحیح غلط، نمیدونم انتخاب از داخل پرانتز دارن. خب من یه توضیحی قبل اینکه حالا شروع بکنم برم سراغ قسمت بعدی بدم اینجا. آقا ما میدونیم که اتم چی داره؟ یه هسته اتم داره. دیگه چه خبره داخلش؟ اطراف هسته رو داریم. خب داخل هسته چه خبره؟ شما پروتون و نوترون رو دارید. پروتون و نوترون. اطراف هسته چه خبره؟ شما فقط الکترون رو دارید. قبول؟ بار پروتون چی بود؟ اولا پروتون بارش مثبت بود، بار پروتون هست 1.6 مثبت 1.6 بار یه دونه پروتون در 10 به توان منفی 19 کولون. نوترون به لحاظ بار الکتریکی بچه ها بارش صفره، اینم n کوچیک. و الکترون به لحاظ بار الکتریکی بارش منفیه و مقدار بارش هم هست منفی 1.6 منفی 1.6 در 10 به توان منفی 19 کولون. خب اینا حواستون بهش خیلی جمع باشه که اگر مثلا بچه ها به ما بگن آقا بار خالص، اوکی، تو یک اتم بگن بار خالص چقدره، من اینجا بنویسم بار خالص، بار خالص اتم. در حالتی که بچه ها اتمتون خنثی، بار خالص برابر با صفره. اوکی، پس بار خالصتون اگر اتمتون خنثی باشه، اتم، بذار درست ترش اینه که بگیم اتم به لحاظ بار الکتریکی، اگر اتم به لحاظ بار الکتریکی خنثی باشد، خب اون موقع بار خالصش برابر با صفره. اما اگر
به لحاظ بار خنثی نباشه، یعنی آنیون یا کاتیون باشه. اگر آنیون یا کاتیون باشد، بار خالصش میشه تعداد الکترونی که کم و زیاد داره، حالا اگه بیشتر داشت منفی، اگه کمتر داشت مثبت، که اون میشه ضرب در، یعنی تعداد اون الکترون ها ضرب در ای که میشه مثبت و منفی n. اوکی. حالا اگه به ما بگن بار هسته اتم، بار هسته اتم بچه میشه بار پروتون ها، که اون موقع میشه تعداد پروتون ها ضرب در بار پایه. آقا این ای چیه که می نویسی؟ این ای بچه ها بهش میگن بار بنیادی یا بار پایه. بار بنیادی اسم دیگهش پایه است. عدد ای 1.6 در 10 به توان منفی 19 کولونه. خب این اندازه بار الکترونه، یعنی ای اندازه بار الکترونه یا برابر با بار پروتون. حله؟ بنابراین آقا اگر شما بهتون بگن مثلا بار راجب بار خالص اتم، ببینید بچه ها اگر شما تعداد، ببین توی هسته اتم اونی که بار داره پروتونه یعنی ایشونه، و اطراف هسته باز اونی که بار داره الکترونه. نوترون اصلا محلی از اعراب نداره. قبول؟ حالا یه موضوعی که هست اینه که آقا اگر ما تعداد پروتونمون بیشتر از تعداد الکترونمون باشه، اون موقع بار اتم، بار خالص اتم مثبته. اگر تعداد پروتون با تعداد الکترونمون برابر باشه، بار خالص اتممون صفر میشه. همون چیزیه که اینجا اشاره کردم بهش. و در حالتی که تعداد پروتون شما کمتر از تعداد الکترون باشه، ببین این چیزی که اینجا دارم می نویسم، این n اندیس ایه، ضرب نیست بینشا، یعنی تعداد الکترون، منتها اینجا n ضرب در ایه. خب که اون موقع بار اتم شما منفی میشه. این مثبت و منفی آقا از کجا اومد توی این رابطه؟ این مثبتش از اینجا اومد، منفیش هم از اینجا اومد. پس اینا حواستون باشه. خب من این اگه بخوام یه مقداری ساده تر توضیح بدم براتون، توضیح ساده ترش دوستان این مدلیه که شما فرض بفرمایید یه جسمی دارید، فرض کنید اینجا یه جسمی دارید بارش Q1. این جسم شما یه مقداری، یه تعدادی n تا خب الکترون داره از دست میده. خب این الکترون تعدادی هم که از دست میده تعدادش n. خب الان دیگه بار جسم شما بچه ها Q1 نمونده که، الان شده یه چیز دیگه، چون الکترون جا به جا شده الان میشه بارش Q2. خب چون الکترون منشأ بار چیه؟ منفیه. وقتی جسم الکترونش رو میندازه دور یعنی بار منفیش رو داره کم میکنه. پس بنابراین تغییرات بارش برابر میشه با، چون منفیش رو داره از دست میده، میشه مثبت n در ای. اینجا هم n ای، اینو بهتر بود من یه نقطه بینش بذارم، یعنی n ضرب در ای. حالا اگر برعکسش شما فرض کنید یه جسمی دارید بارش روز اول Q1، این سری این رفیق ما یه تعدادی الکترون که حالا مثلا باز تعدادش n داره جذب میکنه، یا تعدادی الکترون داره وارد جسم میشه. پس اون موقع چه اتفاقی میفته؟ اون موقع الان اینجا بارش میشه Q2.
خب اون موقع تغییرات بار دلتا کیو در این حالت، چون الکترون جسمتون گرفته بچه میشه منفی n ضرب در ای. قبوله؟ پس حواستون به این مثبت منفیه باشه. این هم که تعداد الکترونیه که جسم میگیره یا از دست میده. موضوع دیگه که راجع به اصلا خود بار الکتریکی من باید در موردش توضیح بدم و صحبت کنم. بار الکتریکی دوستان، اینجا بذارید، اینجا بنویسم. آقا بار الکتریکی یه کمیت نرده‌ایه، کمیتی است نرده‌ای. نرده‌ای یعنی چی؟ یعنی عدد و یکا داره، جهت براش تعریف نمیشه، از قواعد جمع جبری تبعیت میکنه به گونه‌ای. بعد یکای اس آی چیه؟ یکای اس آی کولونه. کولون هم با یه سی بزرگ نشون میدن. این هم حواستون باشه. پس ما اگه بخوایم تعادل باری یک جسم رو به هم بزنیم، یعنی چی بچه ها؟ یعنی فرض کنید جسم شما به لحاظ بار الکتریکی خنثیه. آقا خنثیه یعنی اصلا باری توش نیست. چرا عزیزم؟ هست، ولی تعداد مثبت و منفی یا یکیه، اثر همدیگر رو خنثی میکنن. قبوله؟ خب پس طبیعتا بار درونش وجود داره. حالا اگه ما بخوایم این تعادله رو برهم بزنیم، یعنی یا بگیم آقا تعداد بارهای مثبت بیشتر بشه که جسممون بار کلیش، بار خالصش مثبت بشه، یا بالعکس بخوایم جسممون بار کلیش، بار خالصش منفی بشه، یعنی باید سری الکترون بهش بدیم. اون موقع چی کار میکنن؟ بچه فقط و فقط با کم و زیاد کردن الکترون ما بار جسم رو تغییر میتونیم بدیم. ما به پروتون های جسم نمیتونیم دست بزنیم. اولا اگر شما به پروتون دست بزنید ماهیت اون عنصر تغییر میکنه. ثانیاً پروتون جاش توی هسته است. شکافتن هسته خیلی کار سختیه، انرژی بسیار زیادی لازم داره و اصلا نمیشه، بسیار هم خطرناکه، یعنی باید شکافت هسته‌ای انجام بشه که حالا این خودش داستان داره. همین بحث نمیدونم انرژی هسته‌ای و این داستانا و بمب اتمی که حالا حرفش خیلی زیاده، کلا برگرفته از همینه دیگه. یعنی اورانیوم یو 23592 لازمه که حالا اون به باید درصد قنای خیلی بالایی برسه، 90% و این داستانا، به چه واسطه سانتریفیوژ و خلاصه این داستانا رو من نمیخوام واردش بشم، ولی بدونید اونجا شکافت هسته‌ای اتفاق میفته که منجر به آزاد شدن انرژی بسیار زیادی میشه که بسیار هم خطرناکه. پس ما اصلا با پروتون شوخی نداریم. ما اگه میخوایم تعادل باری یک جسم رو به هم بزنیم، فقط و فقط بچه با جابجا کردن، یعنی کم و زیاد کردن الکترون این کار رو انجام میدیم. خب بریم سراغ متن کتابتون. من یه توضیحات مقدماتی اول کار راجع به ساختار هسته دادم، میدونم اینا هم تو شیمیتون میخونید یا خوندید. حالا توی ادامش میگه که ما تو این فصل به مطالعه الکتریسیته ساکن یا الکتروستاتیک. الکتریسیته ساکن و الکتروستاتیک معادل هم دیگه هن. استاتیک یعنی از سکونت میاد، یعنی ساکن. خب الکترو هم همون الکتریسیته است. استاتیک هم که یعنی همون ساکن، یعنی میشه الکتریسیته ساکن. بعد یه سری پدیده دیگه هم اینجا داره میگه، مثلا میگه وقتی لباس بافتنی رو از تنمون خارج میکنیم، یا مثلا چند قدم روی فرش راه بریم بعد دستمون رو بزنیم به دستگیره فلزی، اینجا یه شوک الکتریکی رو ما داریم حس میکنیم در اصل، که این به خاطر وجود الکتریسیته است که ما داریم این شوک رو احساس میکنیم. بعد میاد اینجا در ادامهش مثلا راجع به انواع روش‌های باردار کردن اجسام داره صحبت میکنه، منتها نه خیلی واضح و مستقیم. ببین مثلا اینجا از پدیده‌ای به اسم مالش حرف میزنه. میگه که مثلا توی علوم تجربی پایه هشتم دیدید وقتی دو تا جسم با هم مالش داده میشن، هر دوشون دارای بار الکتریکی میشن و یه نیروی الکتریکی هم طبیعتا به هم وارد میکنن که دو نوع بار الکتریکی داریم. خب بچه طبیعتا این دو نوع بار الکتریکی که وجود داره، یکی بار مثبت یکی منفیه. حالا یه سوالی به وجود میاد، آقا
چرا مثبت و منفی گذاشتن؟ مثلا چرا اسم دو تا حرف متفاوت رو نذاشتن، نگفتن A و B، اسم دو تا عدد نذاشتن؟ ببین این تنها راهش نبود که مثلا بگن آقا فقط و فقط میتونیم مثبت و منفی بذاریم. تنها راه نبود ولی بهترین راه بود. مزیتش چی بود؟ اولا این نامگذاری توسط یک شخصی به اسم بنیامین فرانکلین، یه دانشمند امریکایی بود که بارهای مثبت و منفی رو نامگذاری کرد. یعنی این جمله خیلی جمله مهمیه که این دو نوع بار توسط فرانکلین نامگذاری شدن، یعنی اسم مثبت و منفی. حالا آقا مزیتش چی بود؟ گفتیم تنها راه نبود ولی بهترین راه بود. مزیت این بود که میتونست آنها را هر چیز دیگری بنامد، اما استفاده از علامت‌های جبری به جای نام‌های دیگر این مزیت را دارد که در یک جسم اگر به مقدار مساوی وجود داشته باشه، جمع جبری بارهای جسم صفر میشه که معنی خنثی بودن جسمه. میگه مثلا اگر من 3 تا بار مثبت دارم، سه کولون مثلا فرض کنید بار مثبت دارم و 3 کولون نمیتونیم بگیم، به لحاظ فنی مشکل داره. حالا میگم در ادامه چرا مشکل داره. فرض کنید مثلا یه عددی بر حسب کولون، خب آقا چه میدونم 16 کولون مثلا شما بار مثبت داری، 16 کولون هم بار منفی داری. تو وقتی میخوای بار خالصش رو حساب کنی میگی مثبت 16 منهای 16 بچه میشه صفر. ولی اگر مثلا این عدد بار مثبت و منفی یه جسمت با هم فرق میکرد، تو اون موقع بخوای کم بکنی، بخوای یه بار خالص بگی، چجوری میتونی تفهیم کنی؟ اوکی؟ یعنی داستان اینجاست که شما از علائم جبری میتونید کم و زیاد رو به راحتی میتونید بفهمونید به اون شنونده و بینندتون، ولی اگر بخواید از حروف یا هر مدل دیگه ای بخواید استفاده بکنید، طبیعتا تو فهموندنش دچار مشکل میشید. پس این جمله ای که من اینجا هایلایت آبی روش رفتم، یه جورایی بچه میشه گفت این مزیت استفاده از علائم جبریه. من اینجا هم براتون می نویسم مزیت استفاده از علامت های جبری. بچه جبری منظورمون همون مثبت و منفیه ها، به جای علامت های دیگر. اینا حواستون بهش شدیداً باشه. خب من اینم با اجازهتون بیارم بذارمش اینجا. خب بریم سراغ ادامه بازی. این که حالا من روش ها رو بچه به ترتیب همشو براتون توضیح میدم. کتابتون خیلی اشاره مستقیم و نزدیکی هم نکرده که چه جوری و این داستانا، ولی من الان راجع به همشون براتون یه مختصر توضیح میدم، بعد میریم متن کتابش هم با هم بررسی میکنیم. خب من اینجا براتون بنویسم. بیا اون بالا که این رو نوشتیم بیا اینجا. آقا روش های باردار کردن اجسام. روش های باردار کردن اجسام. خب روش اول تماسه. روش تماس چیه؟ من راجعش صحبت کنم. بچه ها تماس بیشتر برای اجسام رسانا کاربرد داره، پس بیشتر برای اجسام رسانا کاربرد دارد. میدونید دیگه ما رسانا داریم، نارسانا داریم، نیمه رسانا داریم. خب چه جوری میشه؟ آقا قصهش از این قراره که شما فرض بفرمایید اینجا 2 تا کره دارید، یکی ایشونه یکی دیگهش هم ایشون. شما این 2 تا رو میاد به وسیله، مثلا بار این فرض بفرمایید روز اول Q1 باشه، بار ایشون Q2 باشه، میایید اینا رو به واسطه یک سیم
بچه به هم وصل میکنید یا نه آقا حال نمی کنی با سیم، بیا میتونی از پایه های عایقشون بگیری، این پایه های پایین که کشیدم اونا هم پایه است دیگه عایقه، بیاری اینا رو از پایه بگیرید دقیقاً بچسبونید به هم دیگه. پس این یا اینم Q1 اینم Q2. اوکی. بعد از این که اینا به هم تماس داده میشن بچه ها باراشون دیگه فرق میکنه. یعنی این الان بارش میشه، این Q1 رو داخلش بنویسم، بارهاشون پس از تماس دیگه میشه Q'1 و Q'2. یعنی بار Q1 میشه Q'1، بار Q2 میشه Q2، به شرط اینکه این دوتا با هم مشابه هم باشن، یعنی به لحاظ شعاع کره دقیقا مثل هم باشن، اون موقع بارشون پس از تماس با هم برابر میشه. Q'1 با Q'2 یکیه که میشه Q1 به علاوه Q2 دوم، یعنی میشه میانگین بارهای اولیه‌شون. آقا مثال، اگه مثلا بار ایشون باشه -5 میکروکولوم، بار ایشون باشه مثبت، خدمتت که آرزم مثبت مثلا 11 میکروکولوم، خب اون موقع بعد از تماس بار اینها چجوری میشه؟ میشه 11 منهای 5، یعنی بچه 6 تقسیم بر 2، بار هر کدوم میشه 3. حله؟ پس اون موقع بعد از تماس بار این میشه مثبت 3 میکروکولوم، بذار اینجوری بنویسم، این میشه مثبت 3 میکروکولوم بارش، این یکی هم بارش میشه مثبت 3 میکروکولوم. پس میشه میانگین بارهاشون. علامت ها هم باید حواستون باشه، یعنی بار مثبت و مثبت بذاری، منفی و منفی بذاری. ما به این میگیم روش تماس. و سلام، تموم شد. بریم سراغ بعدی، روش مالش 2. آقا روش مالش چیه؟ ببینید شما یه جدولی دارید اینجا، من اینو کش کنم، بیا. شما یه جدولی دارید به اسم جدول تریبو الکتریک یا جدول سری الکتریسته مالشی. خب شما یه انتهای مثبت دارید، یه انتهای منفی دارید. ببین این بالا انتهای مثبت جدوله، این پایین انتهای منفی جدوله. اینجا هم یه سری مثلا جنس های مختلف اسمشو نوشته، چه من پلاستیک، نمیدونم مثلا چوب، شیشه، پشم، نایلون، یه چنین چیزایی. تو جدولش تو کتابتون هست، نشونتون میدم. من حالا مثلا A B و C و D می نویسم، فرض کن A B C D، اینا همه مثلا جنس های مختلفن. شما هرچی بچه ها از بالای جدول به سمت پایین جدول بیاید، در اصل اون جنس تمایل داره الکترون دریافت بکنه. بذار من این نظر بیارمش این ورتر. ببین تو هرچی از بالا به سمت پایین بیای، ببین الکترون خواهی جسم، خب هرچی از بالا به سمت پایین بیای، آره دیگه، الکترون خواهی جسم بچه بیشتر میشه. پس الکترون خواهی یا الکترون گیری بچه این افزایش پیدا میکنه. بالعکسش هم صادقه، هرچی شما از پایین بری به سمت بالا، الکترون دهی جسمتون اینجا افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون شما هرچی دارید میرید به سمت بالا به انتهای مثبت نزدیکتر میشید دیگه. ببین من از پایین به بالا رو الان دارم بررسی میکنم. هرچی میرید بالا به انتهای مثبت دارید نزدیکتر میشید، یعنی جسمتون دوست داره بارش مثبت بشه. خب هرچی میرید به سمت بالا،
پس باید طبیعتا باید الکترونشون رو از دست بدن، یا الکترون خواهی دقیقا به همین فرمه. آقا شما هرچی از بالا میای به سمت پایین داری میای به سمت منفی ها. یعنی چی؟ یعنی دوست داره الکترون دوست داره بارش منفی و منفی تر بشه هرچی میای به سمت پایین تر. خب اتفاقی که میفته اینه که دوست داره الکترون رو بگیره، الکترون خواهی جسمتون بیشتر میشه. بعد یه موضوع دیگه هم حواستون باشه، هرچی فاصله بین دو تا جسم بیشتر باشه جابجایی الکترون، یعنی تعداد الکترون بیشتری دست بچه جابجا میشن. یعنی مثلا توی این جدول آودی رو اگر شما به هم مالش بدید به لحاظ تعداد الکترون بیشتری رو نسبت به بقیه جابجا میکنن با هم، نسبت مثلا به آ و سی یا بی و دی. اوکی؟ پس شما بین مثلا آ و دی بیشترین تعداد جابجایی الکترون رو خواهید داشت. این هم از این، یعنی اون به لحاظ تعداد الکترون یعنی اون n بین آ و دی n تون مکسه، n بیشین است بین آ و دی. این هم حواستون بهش باشه. این میشه روش مالش. در اصل مالش هم میدونید دیگه، مثلا شما حالا این اصلا این چجوری این الکترون منتقل میشه، ممکنه این سوالم براتون به وجود بیاد، من اینو توضیح بدم. اگه قرار الکترونی جابجا بشه بچه نیاز به انرژی داره. این انرژی از کجا به دست میاد؟ آقا شما فرض کنید دو تا کف دستتون رو، خب همینجوری مثلا زمستون دید سرد دستکش نداشته باشین، دو تا دستتون اینجوری به هم مالش بدی کف دستا داغ میشه. خب این مالشه دیگه. اون داغ شدن یعنی چی؟ اون داغ شدن اون انرژی اولیه‌ایه که الکترون نیاز داره تا از یه جسم به یه جسم دیگه منتقل بشه. بین دوتا جسم هم همین سیستمه بچه ها. یعنی شما اون انرژی که لازم داره الکترون از جسم مثلا آ وارد دی بشه طبیعتا به واسطه اون گرمایی که در اثر مالش ایجاد میشه اون انرژی به وجود میاد و فلسفهش هم به این فرمه. هیچ چیز پیچیده و عجیب غریبی هم حقیقتش نداره. همین جدول و نکاتشو بدونید کار رو در آوردید. و آخرین روش هم من راجبش حرف بزنم، چرا زوم آوت کردم. بیا اینجا روش بعدی، روش القا. خب ببینید روش القا قصهش اینجوریه که شما فرض بفرمایید بچه یه کره داشت، بیا یه کره خونسا، قبول. من میخوام به وسیله یه میله‌ای مثلا با بار منفی این کره رو باردار کنم به روش القا. خب به من یه کره خنثی رو دادن، یعنی به لحاظ بار الکتریکی باری نداره، یه دونه هم میله دارم اینجا، اینم بهم دادن. یعنی آقا مواد لازم ایناست، این مثلا بار ایشون منفی. خب حالا ما چی کار میکنیم؟ ما تو مرحله بعدی میایم ایشونو ما میایم این کره رو میذاریم اینجا. بچه ها من این میله رو نمیچسبونم، قبول؟ من این میله رو نزدیک میکنم به اون کرهه، نزدیکش کردم. وقتی نزدیک میکنید ایشون به لحاظ بار الکتریکی خنثی بوده یعنی چی؟ یعنی آقا بارهای مثبت و منفیش با هم برابره، وجود داره درونش ولی برابره. خب حالا که برابره بچه تفکیک بار انجام میشه، یعنی بارهای مثبتش میان روی سطح خارجی کره، بارهای منفیش میان روی سطح خارجی کره. منتها چون بار میل مثبت بوده بارهای منفی میان بارهای مثبت میان جذب بارهای منفی میله میشن، قبول؟ پس این دوتا در اصل مال همن، سهم هم دیگه.
یعنی گروگان اون بارهای مثبت گروگان دست اون بارهای منفی میله است. خب مرحله بعدی ما چیکار میکنیم؟ یه سیم اتصال به زمین وصل میکنیم. یادتون باشه زمین بچه معدن و منبع خوب الکترونه. اتفاقی که الان میفته اینه که الکترون ها، اینا بهشون میگن، الان اینا رو اگه دقت داشته باشید، اینا بچه ها اینها بی سر و صاحبن بیچارا، هیچ کسی اینا رو گردن نگرفته. خب یعنی رهان، بهشون میگن الکترون آزادن. اتفاقی که الان میفته اینه که چون یعنی سیم به زمین وصل کردیم، این الکترون ها وارد زمین میشن. قبول؟ بعد ما میایم این سیمه رو جدا میکنیم. مرحله بعدی چه اتفاقی میفته؟ مرحله بعدی اینجوریه که بیا این اشتباه شد. خب مرحله بعدیش اینجوریه که این کره شما بارش، یعنی اون میله رو برمی‌دارید دور میکنید، اون بارهای مثبتی که میبینید اونجا گروگان بودن، اینها در فواصل کاملا مساوی نسبت به همدیگه روی سطح خارجی کره رساناتون دوستان قرار میگیرن. پس این شد فلسفه و تکلیف روش، یعنی باردار کردن یه جسم خنثی به روش القا. حالا آقا اگه من میخواستم بار جسمم منفی بشه چی؟ هیچی. تنها فرقش این بود که این میله رو بارش رو میکردی چی؟ میکردی مثبت. بیا اینم من سریع برات توضیح بدم. این یه کره خنثی، اینم اون میله ما، اینم من تو کپ میزنم میذارمش اینجا. فقط بارش باید مثبت بشه. اینم بار مثبت. اتفاقی که الان میفته چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه که آقا شما میای این میله با بار مثبتت رو میبری به اون یکی کره نزدیک میکنی، که حالا ما اینجا باید اینا رو جفتشو یه کپی بزنیم. چرا اینجوری میشه؟ این دیلیت، بیا اینم کپی، خب اینجا پیست. ما میریم این میله با بار مثبت رو نزدیک میکنیم، نمیچسبونیم، ما نزدیک کردیم. خب نزدیک میکنیم به اون کره خنثی رسانا. تفکیک بار مجدد انجام میشه. اینجا یه دونه، این دوتا، اینجا هم 3 تا بار منفی میاد اینور، بارهای مثبتش هم میره اون سمت. بعد خب مجددا این دوتا مال همن، سهم همن، یا بار منفیه به نوعی گروگان دست بار مثبتای جسمتونه. اون بار مثبت بیچاره بی سر و صاحبه، یعنی رهاه، کاملا ول افتاده. حالا ما میایم یه سیم اتصال به زمین اینجا برقرار میکنیم. قبول؟ این الکترون های آزاد، البته این سیم دقیق باید وصل بشه به کره. این الکترون های، یه لحظه بیا من این سیم اتصال به زمین رو اینجا برقرار میکنم. اینم اتصال به زمین. الکترون ها از زمین وارد کره میشن که بیان این 3 تا بار مثبت رو خنثی کنن، یعنی بنظر اون 3 تا جذب میشن. بعدش هم ما تماس اتصال به زمین رو قطع میکنیم، کره رو دور میکنیم، ببخشید جسم رو از کره دور میکنیم، فاصله میدیم بینشون رو. بعد اون جسم شما دارای بار منفی میشه. کل قصهش همینه. این بارهای منفی هم در فواصل مساوی در سطح خارجی قرار میگیرن. آقا چرا فواصل مساوی، چرا سطح خارجی؟ علتش رو اواخر فصل با هم بررسی میکنیم. یه چیز دیگه آقا، بیا یه چیز دیگه هم اینو هم بگم و دیگه القا هم تمومه.
القا رو خیلی کتابتون مستقیم در موردش صحبت نمیکنه تا اواخر فصل. شما فرض بفرمایید دوستان 2 تا کره رسانه‌های خنثی دارید. خب میخواید این دوتا رو به روش القا باردار کنید. اولا میاد این دوتا رو از پایه‌های عایقشون گرفته و میاد به هم میچسبونید. مرحله بعدی میاید این دوتا رو که به هم چسبوندید یه میله، حالا بار مثبت بار منفی، بچه هیچ فرقی نداره، یه میله با بار مثبت من میارم این طرفشون قرار میدم. خب تفکیک بار باید انجام بشه، یعنی اینجا اصلا من این رو کلا میتونم یک جسم در نظر بگیرم. وقتی یه جسم در نظر میگیری بارهای منفی اینا میاد اینور، بارهای مثبتشون هم بچه اینجا قرار میگیرن. تموم شد و رفت. مرحله بعدش چه اتفاقی میفته؟ مرحله بعدش هیچی، شما در حضور میله این دوتا کره رو از هم جدا میکنی. قبول؟ میای این دوتا کره رو از هم جداشون میکنی در حضور اون میله. این کپی، اینم پیست. اینا رو یه ذره فاصله میدی. مرحله بعدش چی کار میکنی؟ مرحله بعدم شکر خدا میای فقط این میله رو جدا میکنی. میله رو جدا میکنی میذاریش کنار. اون موقع شما 2 تا در اصل کره باردار داری، یکی بارش مثبت یکی دیگه هم بارش منفیه. فقط میگم اول این دوتا کره رو از هم جدا میکنی، بعد میله رو دور میکنی. اینم از این. و اون بارهای مثبت و منفی در فواصل مساوی روی سطح خارجی کره پخش و پلا میشن. این میشه روش باردار کردن اجسام به روش القا. اینم از این موضوع. خب من متن کتاب رو براتون یه بررسی داشته باشم که ببینیم تو کتابتون چی گفته، اصلا چقدر حرف زده. خب آقا اینجا که با هم صحبت کردیم در موردش، این شکل ها مهمه، باید راجعش با هم حرف بزنیم. این اولا این شکل توصیف آذرخش مبتنی بر اصول استاتیک الکتریسیته ساکنه. میتونه جای خالی سوال بیاد ازش. انتقال پیام عصبی توی دستگاه اعصاب به صورت الکتریکی صورت میگیره. عرض کردم منشأ الکتریکی داره. مالش بادکنک به بدن گربه باعث ایجاد بار الکتریکی در بدن میشه، برافراشته شدن موهای گربه میشه، یعنی موهاش انگار سیخ سیخکی وای میسته. خب علتش چیه؟ ببینید آقا بحث چیز دیگه، روش مالشه. ببین پشم و حالا اونم که بادکنک هم که از جنس حالت پلاستیکی طوره دیگه. پشم کجاست بچه ها؟ پشم اینجاست. این جدول تریبو الکتریکه. پلاستیک کجاست؟ اینجاست. آقا جدول رو باید حفظ باشیم. نه بهتون میگن وقتی شما این دوتا رو به هم مالش میدید، ایشون بارش مثبت میشه، ایشون بارش منفی میشه. قبول؟ خب بارهای مثبت و منفی اینجا در مجاورت همدیگه قرار میگیرن. اون پشمه بارش شد، پشم بارش مثبت شد. آره پشم بارش مثبته، ایشون بارش منفیه. خب وقتی بارش مثبت و اونم بارش منفیه، این حالت سیخ سیخکی وای میسته. اینم اینجوریه چون نیروی الکتریکی جاذبه باید اینا به هم وارد کنن دیگه. طبیعتاً این پشما به این فرم قرار میگیرن، اینم که نیروی اینجوری وارد میکنه. به این علت موهای گربه حالت برافراشته طور میشه. یا مثلا اینجا داره کتابتون توی این شکل الف رو نگاه کن، میگه وقتی 2 تا میله شیشه‌ای رو
با پارچه ابریشمی مالش بدیم همدیگر رو دفع میکنن. خب شیشه ابریشم طبق جدول تریبو الکتریک، آقا شیشه کو ایناهاش، ابریشم کو ایناها. خب شیشه بارش مثبت، ابریشم بارش منفی. خب شما الان 2 تا شیشه داری که بارشون چیه؟ مثبته. بیا اینا رو به هم نزدیک کن. 2 تا شیشه که بارشون مثبته رو به هم نزدیک کنین هم دیگه رو دفع میکنن. یعنی وقتی نیروی دافعه داره ایجاد میشه، این دوستمون دوست داره از ایشون دور بشه. ایشون اگر ساکن باشه این ساکنه، یعنی سر جاش وایساده. اینه که به یک نخی آویزونه و در حال چرخشه. این میخواد دور شه، میره یعنی فضای سه‌بعدی در نظر بگیری، یه حالت ساعتگردطور حرکت میکنه و دور میشه. یا اگر مثلا بچه ها شما بیاید 2 تا میله پلاستیکی رو بیاید این کار رو انجام بدید با پارچه ایناشش، 2 تا میله پلاستیکی رو پارچه پشمی مالش بدید، طبق همون جدول تریبو الکتریک اون میله پلاستیکیاتون بارش چی میشه بچه‌ها؟ منفی میشه. وقتی بارشون منفی میشه باز همون اتفاقه میفته، یعنی ایشون میخواد دور بشه دیگه. اونی که به نخ آویزونه میخواد دور بشه. ببین این سر جاش وایساده ساکنه، این هم سر جاش وایساده ساکنه سر جاش. خب طبیعتا اونی که به نخ آویزون شده باید دور بشه، بنابراین یه چنین جهتی وجود داره. توی این یکی میگه که آقا حالا اومدیم گفتیم که میله پلاستیکی رو پارچه پشمی مالش میدیم، میله شیشه‌ای رو هم با پارچه ابریشمی. اون موقع اینا هم دیگر رو جذب میکنن. بله شما وقتی میله پلاستیکی رو داری با پارچه پشمی مالش میدی بارش منفی میشه. ایشون هم که به اصطلاح یه میله مثلا شیشه‌ای باشه بارش مثبت میشه وقتی مالش میدیم به پارچه ابریشمی. مثبت و منفی خب طبیعتا هم دیگر رو جذب میکنن و اتفاقی که میفته اینه که اینا چون باید هم دیگر رو جذب بکنن، این که ساکن بوده سر جاش وایساده بوده، پس ایشون باید بچرخه بیاد به این سمت. پس بنابراین جهت حرکتش یه حالت بچه پاد ساعت گرده. این هم حواستون بهش باشه که از این شکل توی همه جا ازتون سوال میپرسن. این هم شدیداً بهش دقت داشته باشید. بریم سراغ قسمت بعدی. من اینو فعلا این یه تیکه رو ازش میگذرم، برمیگردم به اون، راجع به این یه توضیحی بدم. میگه در هنگام مالش با انتقال تعدادی الکترون از یه جسم به جسم دیگه تعادل بارها تو اتم خنثی به هم میخوره. پس با انتقال تعدادی الکترون از یه جسم به جسم دیگه تعادل بارها توی اتم خنثی به هم میخوره. جسمی که الکترون از دست میده، یعنی الکتروناش کمتر از تعداد پروتون هاشه، بار خالصش مثبت میشه. گفتم اگر تعداد پروتون کمتر از تعداد الکترون باشه، اونی که تعداد الکترونش اینجا گفته، تعداد الکترون اگر کمتر از تعداد پروتون باشه بار جسمتون مثبت میشه. برعکسش هم گفته اونی که الکترون اضافی دریافت میکنه الکتروناش از پروتونهاش بیشتر میشه و بار خالصش منفی میشه. یعنی این توضیح اینجا داره به ما میگه که اونی که تعداد الکترونش بیشتر از تعداد پروتونش میشه بارش در اصل داره میشه بار منفی. بعد میگه که آقا کم و زیاد کردن در ادامهش میگه که به دست آوردن یا از دست دادن الکترون توی 2 تا جسم با تماس با یکدیگر رو میتونیم با یه جدولی موسوم به جدول الکتریسیته مالشی یا تریبو الکتریک. تریبو تو زبون یونانی بچه معنی مالشه. اینا رو حواستون باشه، میپرسن تو آزمایشی ها به خصوص. اونایی که هرچی میایم پایینتر، مواد پایینتر الکترون خواهیشون بیشتره و بالعکسش هم صادقه دیگه، مواد بالاتر الکترون دهیشون بیشتره. بعد در مورد بارهای الکتریکی بچه 2 تا اصل ما داریم. من راجع به اینم یه توضیحی بدم
و بعدش هم راجع به الکتروسکوپ صحبت کنیم. خب موضوعی که هست اینه که ویژگی های بار الکتریکی، من یه توضیح مختصری راجع بهشون عرض کنم. ویژگی های بار الکتریکی. خب ویژگی های بار الکتریکی قصهش اینجوریه که یه ذرم زوم کنم فکر کنم بدک نباشه. 3 تا ویژگی داره. ویژگی اولش اصل پایستگی باره. یعنی آقا بار نه وجود میاد نه از بین میره، از یکی به یکی دیگه منتقل میشه. اما جمله بسیار بسیار مهمتر بچه اینه، جمله مهمتر اینه که میگه مجموع جبری همه بارها در یک دستگاه منزوی ثابت هست. حواستون به واژه ثابت خیلی خیلی شدید باشه. خیلی وقتا توی آزمون‌های آزمایشی اینو صفر میدن، میگن درسته یا غلطه. صفر یکی از حالتهای ثابته و فرق داره. آقا منظور چیه؟ منظور اینه که شما فرض کنید یه دستگاه منزوی دارید. دستگاه منزوی یعنی چی؟ دستگاه منزوی دستگاهیه که شما با محیط اطراف و پیرامون خودش هیچ تبادل باری رو نداره. فرض کنید یه جسمی دارید، بارش الان مثلا خدمتون که آرزم مثلا منفی 10 میکروکولونه. خب یه جسم دیگه هم دارید، ایشون بارش مثبت 8 میکروکولونه. تبادل بار فقط و فقط توی این مستطیل آبی رنگ انجام میشه و بیرون هیچ ارتباطی نداره. جسم A اینم جسم B. جسم A مثلا بچه ها فرض کنید بارش الان بعد از این که تبادل برقرار شد، تبادل بار الکترون برقرار شد، بارش شده مثبت 3. از من و شما میپرسن آقا بار ایشون الان چقدره؟ ببین این دوتا عدد اینا قبل از تبادل بارن، یعنی قبل اینکه این دوتا جسم با هم تبادل بار داشته باشن. این مثبت 3 و x بعد یا پس از تبادل بارن. ما گفتیم جمع جبری توی یک دستگاه منزوی همواره مقداری ثابت. یعنی چی؟ یعنی طبق اصل پایستگی بار من باید بگم آقا مجموع بار دوتا جسم قبل از تماس و مجموع بار دوتا جسم پس از تماس باید با هم برابر باشه. قبل از تماس میشه منفی 10 به علاوه 8، پس از تماس میشه مثبت 3 به علاوه x. خب رفیق x الان چقدر میشه؟ تابلو دیگه اون که میشه منفی 2، این منفی 3 هم به پر اونور مثبت 3 ببخشید بره اونور میشه منفی 3، منفی 2 منفی 3 میشه منفی 5. پس ایشون میشه منفی 5 میکروکولوم. حله؟ این از درست گفتم دیگه، منفی 10 اونم 8، اون میشه قبل، بعدش هم که میشه مثبت 3 به علاوه x که اون که منفی 2. آره دیگه این میشه منفی 2، اون مثبت 3 هم بره اونور میشه منفی 3، منفی 2 منفی 3 میشه منفی 5 که منفی 5 به علاوه 3 میشه منفی 2، منفی 10 به علاوه 8 باز اونم میشه منفی 2. پس این راجع به اصل پایستگی بار. موضوع بعدی برمیگرده به اصل کوانتیده بودن بار. خب اصل کوانتیده بودن بار اینم بگم 2. اصل کوانتیده بودن بار. خب آقا منظورش میدونید چیه؟ منظورش اینه که ما نمیتونیم بگیم مثلا 2 تا نصفی الکترون. این میمونه مثلا ناظمتون مدیر مدرسه‌تون بیاد در کلاس رو بزنه بگه 3 تا نصفی بچه بیاد بیرون. خب چه جوابی دارید بهش بدید؟ آقا احتمالاً حالت خوب نیست، خانم حالت خوب نیست، یا
مثلا 3 تا دانش آموزه یا 4 تا یا 2 تا یا 10 تا، یک عدد صحیح باید باشه. تعداد الکترونی هم که بین دو تا جسم بچه جابجا میشه نمیتونه هر عددی باشه، باید حتما یه عدد صحیح باشه. یعنی توی رابطه Q مساویه با مثبت منفی NE، که حالا من مثبت منفیشو حالا می نویسم، NE که N تعداد الکترون بود، E هم بار پایه بود. در اصل این N شما باید یک عدد صحیح، در اصل بار هر جسم مضرب صحیحی از بار پایه است، پس ایشون یک عدد صحیح باید باشد. خورده نمیتونه داشته باشه 2 تا، 10 تا، 1000 تا، 5 میلیون تا، میدونی؟ خورده نمیتونه داشته باشه. همین بار پایه هم که راجبش با هم صحبت کردیم، ایشون 1.6 در 10 به توان منفی 19 کولونه، که کتابتون هم عیناً همین رو اشاره میکنه بهش. بیا اینجا. پس اصل پایستگی بار، راجبش با هم حرف زدیم که بار میتونه از یه جسم به جسم دیگه هم منتقل بشه، ولی امکان این جمله خیلی مهمه، میتونه منتقل بشه. این جمله خیلی مهمه، هرگز امکان تولید یا نابودی بار خالص وجود نداره بچه‌ها. این جمله خیلی توی آزمون‌های آزمایشی محل سوال قرار میگیره به عنوان صحیح غلط. امکان تولید یا نابودی بار خالص وجود دارد، غلطه یا درسته؟ و غلط. دومین اصل برمیگرده، پس اولیش اصل پایستگی بار بود، دومین اصل کوانتیته بودن باره که در ادامهش میگه همواره بار الکتریکی مضرب درست یا صحیحی از بار بنیادی است، که این n هر عددی دوستان نمیتونه باشه. بعد یه ویژگی دیگه هم وجود داره به عنوان ویژگی شماره 3 من میگم، اما تو کتابتون اشاره ای نشده، کما اینکه میبینید هیچ اشاره ای به این ویژگی نشده، فقط من میگم برای اطلاعات اضافه تر، یعنی اگه کسی خواست میتونه به این استناد کنه تو امتحاناتتون، ولی حق ندارید چنین چیزی رو عنوان کنید. اونم اینه که بار ناورداه. خب بار جسم ناوردا است. این به این معناست که بچه ها بار به سرعت جسم وابسته نیست. حواستون باشه این ویژگی جز اطلاعات اضافه بر سازمانه، شما حق استناد به این رو توی هیچ امتحانی ندارید. همین، شما اگر ازتون پرسیدن 2 تا ویژگی کتابتون راجبش حرف میزنه، 2 تا اصل رو باید براشون بنویسید، ایشون اطلاعات اضافه بر سازمان ولا غیر. خب من فکر می‌کنم برای جلسه، یعنی برای قسمت اول بس، یه مقداری هم تایمش بیشتر شد از چیزی که همیشه قراره باشه. من الکتروسکوپ و مسائل این قسمت رو توی قسمت بعدی بچه‌ها براتون مو به مو، واو به واو میشکافم. امیدوارم که قسمت اول شخمبوک فیزیک 2 براتون مفید بوده باشه. تا قسمت بعدی، یکایی که عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.